تیم ملوان بندرانزری میلاد باقری، رضا جعفری، پدرام قاضی‌پور، مجید ایدی، پوریا پورعلی، محمد طیبی، حبیب فرعباسی، میلاد سرلک، ابوذر سفرزاده، محمد عمری و محمد رضا سلیمانی. رضا جعفری داخل محوطه جریمه موقعیت برای ملوان. باقری ادامه داره. این لحظه است که ضربه زده شد توسط سلیمانی. صاحب توپ با پای راست ارسال روی دروازه، خطرناکی موقعیت و یه موقعیت خطرناک به دروازه ملوان ایجاد شد. گلگهر رو اخباری که نیمه دوم ببینیم دروازش تهدید خواهد شد، نه دروازه بیرون میاد، پشت محوطه‌اش خده با توپی که یه خط دروازه بیرون میارن. زنده روح بود که توپ رو بیرون آورد یا بازیکن دیگه ای. عجب موقعیتی برای ملوان ایجاد شد. خوبی رد میشه، خود مهران احمدی پا به حرکت میکنه، توپ میاد جا میذاره، پاس زیبا برای محمد عمری پشت محوطه جریمه لازم توپ گم میکنه، همچنان صاحب توپه و پنالتی برای ملوان. گفتیم این مهران احمدی فوق العاده است، گفتیم پاس تو درش نقش اساسی رو میتونه برای ملوان بازی بکنه و همین اتفاق هم افتاد. محمد رضا سلیمانی اخباری، سلیمانی ضربه پنالتی رو میذاره و گل اول مسابقه به ثمر میرسه توسط محمد رضا سلیمانی. چقدر خونسرد از ضربه پنالتی خودش بود. محمد رضا سلیمانی موفق میشه که باز هم گلزنی بکنه برای ملوان. در سومین بازی متوالی به استقلال گل زد، به فولاد گل زد و حالا تو این بازی هم گل میزنه. واقعا شوکی که بهش وارد شد خیلی به نفع شد. این هم طرفداران پرشوری که از به ثمر رسیدن این گل خیلی راضی و خوشنودن. به گل میرسه این سلیمانی که برخلاف حرکت اخباری موفق میشه دروازه رو باز بکنه. به خوبی فریب داد اسلامی خواهرسان روی دروازه، فرصت برای تیم گل یه فوق واکنش از حبیب فرعباسی، یه سیو استثنایی بی‌نظیر از حبیب فرعباسی دروازه ملوان رو نجات میده. نشون داد فرعباسی نگاه کنید، توپی که تورس فرستاد رو به عقب، ضربه که زده شد و یه سیو تحسین برانگیز کم نظیر رو نشون داد فرعباسی و دروازه ملوان رو نجات داد. سوت پایان مسابقه به اصطلاح در میان. ملوان بندرانزری در یک بازی جذاب و تماشایی با گل محمد رضا سلیمانی یه بازی 6 امتیازی رو میبره.